بینندگان عزیز، برنامه‌های تلویزیونی سوخ را صحیفه مناسبت دوام می‌دهد و ما خواستیم در صحیفه مناسبت درباره فعالیت تدبیرکاران ساحه تدبیرکاری سخن رانیم و همین را گفتن لازم است که رشد مملکت از جهت اقتصادی پیش از همه به ساحه تدبیرکاری وابستگی قوی دارد، زیرا در مملکتی که شماره تدبیرکاران زیاد است، در مملکتی که برای تدبیرکاران در تمام امکانیت‌ها باز است، در آنجا پیشروی به نظر می رسد، فراوانی خلق تامین می گردد و به همین خاطر رهبری دولت فرمان قبول کرد که تحت این فرمان در کشور ما قبولخانه سروزیر تشکیل کرده شد و می توان گفت که این قبولخانه سروزیر نه فقط در برطرف نمودن معماهای تدبیرکاران بلکه در جلب نمودن اینوسترهای خارجی نیز اهمیت مهم کسب می‌کند، زیرا در کشوری که چون در بالا گفتیم برای تدبیرکاران امکانیت‌ها فراهم آورده شده است، در کشوری که برای تدبیرکاران تضییق رسانیده نمی‌شود، به آنجا اینوسترهای خارجی بیشتر می‌روند، همکاری می‌کنند و فعالیت خود را در همانجا آغاز می‌کنند. و امروز ما در باره قبولخانه سروزیر مقصد و وظیفه‌های آن خواستیم با مدیر قبولخانه سروزیر در ناحیه سوخ مسعود جان جمعیف هم صحبت شویم. پیش از همه به استودیوی تلویزیونی سوخ خوش آمدید و شما را البته تبریک میکنیم به وظیفه نو. میخواستیم سراول درباره مقصد و وظیفه های قبولخانه سروزیر استفاده میگذاشتید. سلام علیکم. به همه ما معلوم که 14 مای 2019 سال فرمان پرزیدنت ریسپوبلیکا ما تحت رقم 5718 برآمده شد. این هم باشد درباره حمایت نمودن و تکمیل دادن فعالیت تدبیرکاری در ریسپوبلیک ازبکستان برآمده شد. موافق همین فرمان پرزیدنت در همه ناحیه و شهرهای ریسپوبلیک ازبکستان قبولخانه های سروزیر ریسپوبلیکا شده شد. مقصد اساسی این وظیفه‌اش و مقصد اساسی تشکیل شدن قبولخانه سروزیر اولا یکمش تدبیرکارها، سوبیکت‌های تدبیرکاری و اینوسترهای دولت‌های خارجی منفعت‌های قانونیش تامین کردن و حقوق و منفعت‌های قانونی واقعی تامین کردن. بعد از این با همون تدبیرکارها و اینوسترهای خارجی مانع شدگی پرابلم های حل نموده. این هم باشد یکم اولا درباره در جدا کردن کردیت های بانک، زمین ریسورس زمین، بناهای خالی استوده، شرایط فراهم آورده و همین قبول کرده شد. اینا چخیل کرده میشه. اولا جهانده هر روز موافق نظام همین فرمان پرزیدنت از روز قبول کرده شده که نظام درباره قبولخانه های سروزیر هر روز از ساعت 9 تا ساعت 1 قبول فقراها کرده میشه. تدبیرکاران فقرا با حسن شنیده شده همین از ساعت 1 تا ساعت 6 بیگانه جمع کرده با قبولخانه ولایت اگر ضرور آمده باشد، اگر ضرورش باشه با قبولخانه ریسپوبلیکا کتابیت ریسپوبلیکا معلومات داده میشه. اینا در اولا بازم دیگه وظیفه این قبولخانه دهنه که فعالیت تدبیرکارها و تدبیرکاری فقراها جلب کرده فعالیت واقعا دائمی مانیتورینگ کرده است. یعنی کردیت دوسی موضوع من اولا از این فرمان قبول کردن پیش 5 تا کانسپسیون من درباره وای قبول کرده شده یادتون باشد پرزیدنت وایش بود. 5 تشبس همون 5 تشبس است. این هم باشد تدبیرکاری ترقی دادن زنها و دخترها کار که تامین کرده و بسیار همین درباره تدبیرکاری گفته شده که همون تدبیرکارا بعد از همین و تشبس ها برآمدن کردیت های 8% عموما کردیت هایی که برای گرفته تدبیرکاری ترقی دادن یک آسانی میبرد همین کردیت ها برآورده شده بود. کردیت دوسی رایون موندم هر بانک ما شده 8% کردیت قریب 30 میلیارد اطرافش نه در اساس دستورها داده شده. همون کردیت ها مقصدنا گرفته، مقصدنا کار فرمودش اساس می نمی. کردیت ها جاش بر است افسوس می نمی.
در همین انده حقوق همین کردیت گرفتگنده کردیت دوستگنده یا که زمین جدا کسگنده یا که دیگر کارهایی که به تدبیرکاری علاقه شای همین کارها سعی شده حقوق قانونی تدبیرکارها پایمال ساز نمی وظیفه اساسی ما همین حقوق قانونی تدبیرکاری حمایت کردن و بعد از وای من سیار قبول ها گذارنده سوز همین سیار قبول ها دیده شده هر روز معلومات جمع شده سونه موندم بیزنس گو اوز یک پرتال شده شد همین پرتال به پرتال اساس وظیفه ما همین یعنی همش اگر عمومی جمع کرده بودیم این هم باشد همین ناحیه حدودش ده تدبیرکاری ترقی دادن حقوق قانونی واقعا حمایت کردن کم بوده هاشون نمی کم چلوکشون نمی چخیلی که معما داشته باشه یوردم کردن و به مانع شدن دیگه عملدارهای پیشش گرفتن بغیر از قبول‌های سیار تدبیرکاران دیگر وقت هم میتوانند به قبولخانه مذکور مراجعت کنند و به کجا ما حاضر از سبب بنای ما در حکومت در ریمون شده است حاضر و در دویم قوت شعبه مالیه همونجا در جایگاه شده ما هر روز آدم‌های قبول کسی ما عموما گفتگیم در 24 ساعت در خدمت تدبیرکاران در خدمت تدبیرکاری من باورم که تمام تدبیرکاران من شناسم در کار پیش قطع کار کردم حکومت در مالیه در البته چخیل مسئله ها باشد پرابلم ها باشد ما قبول کرده و حل کردن حرکتش میکنیم گرچند به فعالیت شما دیر نشده باشد هم دیر وقت نشده باشد هم در حدودها قبول‌های سیار تشکیل کردید با تدبیرکاران واخوردید درد و معماهای آنها را شنیدید و گفتم میتوانید امروز تدبیرکاران سوخ را اساساً کدام معماها اذیت میدهد موافق جدول کردیم ما جدول همین خیلی جدول کردیم اینا شما هم اعلان داد هر هفته روز سه‌شنبه در زون طولانده یعنی سکتور یکمنده روز چهارشنبه سکتور دویمنده در حکومت اگرو و در اکادمی لیسه دینا حکومت نوهنده قبول کردیم بناشنده امروز سکتور سه مکتب 12 حدودشون قبول کردیم فردا سکتور 4 مکتب 7 همون زون مکتب سکتور 4 بوده که تدبیرکاری همه سه روزه ده تدبیرکاری جلب کردن جدا نقش شد که تدبیرکاری شنوه خودش هم اساس ما ده این یک چیز طور فهمیدن نکرد که انا ما عموما قبول نه این تدبیرکاری قبول است قبول تدبیرکاران از ساعت 10 گفته که ما تا ساعت 1 پیش اومدن میگیرن چون که یک از افشار رو منش ممکن همون چهارم سکتور رو باشه یا که فردا میکرده که چهارم سکتور حدودش ده یک تا اچشمه میبود یک تا دیمرسد میبود ما این من ساعت 10 اومدن موه پوده میشه یا مو شما پوده میشه گفته که برای همین اون مسئله با معامله‌هاشون گوشیار همون یکم سکتور اندام دیگیم سکتور اندام اساس معامله کردیت مسوس کردیت گرفته گویا ما حجت کرد دوده از سبب منبع کردیت دادن نبودن وقتی چه داشته شدگی وقتش هم سوز لیکن ما همون قبول تدبیرکارا رفته موده همون کمیسیه ما های خدا ما کردیم میرفته که من حکم را نوحیه راهبریش کردی پرکرور نوحیه میرد هر دو بانک میرد بانک میرد دولت سالک اینسپکسیون خودمش میرد و تدبیرکارا این مهم بودگی الکترو انرژی میرد دولت خدمت مرکز خودمش میرد همه رفته همونجا در غیر از این کاداستر رایون هم رسوس هر یک سوال برآمدگی و همونجا جواب دوسیار سوال درباره زمین میشه سوال درباره کردیت میشه این بسیار مونده شدگی مسئله مونده شدگی این مسئله کردیت معامله اساسی معامله مبلغ چون که تدبیرکاری ترقی دادن این قبولخانه تدبیرکارا خودش مسئله پول همه کار رفته پول به قبول مساز چون که تدبیرکار با دادن کردیت هم پول زمین جدا کردن هم واسه زمین هم دادن میشه که مشت سودا کنه میشه پول تدبیرکاری ترقی داده اوها مبلغ غلط داده محل بیوجت به غلط دادن هم پول چطوری که دوریدگران به اره و تیشه کار نمیبرن تدبیرکاران به مبلغ تدبیرکاری ترقی کرد روزلمش کرد مبلغ بسیار شد بیوجت و بسیار مبلغ شد یک اساسی مقصد حکومت ما تدبیرکاری ترقی داده
مبلغ بای ها بسیار شده نشتکار یورت ما آباد چه نشتکار بیوجیت ما هر چقدر بسیار مبلغ البته سواحل اوبیکتوی من اجتماعی مکتب ها بخش و سال سخته شای ها تیز آباد میشد پنسیا میگی معلومه ولی کش میگیم این همش بیوجیت کو فراوانی خلق تامین میگردد مهمترش مقصد فراوانی خلق تامین میگردد در ناحیه چند نفر تدبیرکاران امروز فعالیت میبرند واسه ناحیه ما 3000 تا تدبیرکار هست 3000 تا زاید تدبیرکار با آخرگه معلومات گرفته ما از 3000 زاید تدبیرکار اینجا در نسبت به سالهای گذشته زیاد شده است زاید سوز لیکن بسیار تدبیرکار در این یک تدبیرکار های یوریدیک شخص مقام گرفته تدبیرکار های که از روی خط یک مرتبه 3000 تا زاید تدبیرکار گذاشته لیکن دوام سالها فعالیت خودشون داشته اومدگی مبلغ نشدگی جو نشدگی امکان نشدگی برای همین حاضر همین تدبیرکارهای فعالیت رشون نداشتگی از نو گردونده و حرکت کسی اینم جدا بسیار وقت میبره این طرف نشده کار نه یک تدبیرکار فعالیتش جوش به مونده ما مثلا برداشت اینا درب بکده نمیتونه فرصت طلب میکنند این البته چون که 2019 سال یکم کوارتال شده روی خط به گرفتگی 595 تا کارخانه و تشکیلات روی خط بگیرش است یکم کوارتال 2019 سال است این جدا صفر کلو یا که همون تدبیرکاری محصولات کارکرد رو مسئله گذاشت دیگر رایون ده محصولاتی کارکرد رو مسئله گذاشت جمعش اومده اهالی جام باشش به طوری می اومدگی استعمال تورها برای همین حاضر مقصد اساسی ما تدبیرکاری که فعالیت رسون ندوسه هوای با گردونده ورده یاردم کردن و کم فویز کردی بدگی 8% من آخرانگی همه میدونستگی کردیت همه 8% کردیت توی دوده در جلب نمودن اینوسترهای خارجی من قبولخانه سروزیر در ناحیه چخیل چاره ها اندیشیده است چخیل ربطی دارد بر آنها حاضر ولی ما دولت خدمت مرکز آخرانگی معلوماتش من شما گفتم انا همین سال با همین شهر روزنده حاضر 5 تا اینوستری خارجی وکده حالی و اینا حجتش گرفته برسیم انا نصیب باشد ما تو آخرش هم اینوستر رو ما کورس کردنش تابع میشه معلوم همیشه دولت خدمت مرکزش گذشته و حجتش روز کسی رحمت برای صحبت پرمضمون و البته باور داریم که اهالی از این صحبت ما با معلومات‌های کافی ضروری صاحب گشتن تدبیرکاران نیز اکنون می توانند به قبولخانه سروزیر مراجعت نموده معماهای خود را حل نمایند و در آخر همین را می‌خواستیم که من تلفن باوری رقم تلفنی همین قبولخانه سروزیر را به تدبیرکاران میگفتیم 90 کدی 407 3663 407 3663 میتوانید به همین تلفن زنگ بزنید فیسبوک پاتون هم میشه تلگرام هم سایت های اینترنتی هست سایت های اینترنتی من بنزدیکی من بازم بیزنس گوز سایت ما میکشیم همه چیزا خطی مراجعت کنن هم میشود خطی مراجعت میکنن دهان مراجعتشون هم رجیستراسیون میشه خط مراجعتشون هم رجیستراسیون میشه موافق قانون دولتی درباره مراجعت ها عریضه هم دادنشون ممکن تکلیف خودشون هم دادنشون دکور ممکن شکایت هم کردنشون ممکن این همش موافق اجرا انتظام موافق قانون ریسپوبلیک ازبکستان درباره مراجعت فقراها قبول کرده میشه اونهایی که خطی مراجعت کردن با آنها خطی جواب برگردانده میشه و این در چند مدت 7 روز 7 روز ما و عریضه امروز میتن مثلا حکومت باشه که گوشه که عریضه داده باشه که علاقمند باشه ما همونجا گسیل میکنیم حکومت باشه حکومت بانک باشه بانک کادستر باشه کادستر سالگی اسپیس باشه سالگی اسپیس گسیل میکنیم و خود دوام 7 روزنده یک تا عریضه چه و یک تا مواد جواب خط دادن شده همون جواب خط تگشنده روز همون جواب خط گرفتگیش خانه گرفتگی قناعتمند شد می نشد می همون عریضه چه همون تلخطش هم مواد قناعتمند نشد میتواند از نو با مراجعت نماید اگر اینجا در مسئله و حل کنه تواند ولایت میبرد رحمت
البته در ضمیر همه این تلاش ها منفعت خلق میخوابد، زیرا در کشور ما منفعت خلق از هر چیز بالاست. قدر انسان بلند است، قدر انسان و عموما تشکیل، چون در بالا گفتیم تشکیل قبولخانه سروزیر، این به منفعت تدبیرکاران است. تدبیرکاری اگر رواج یابد فراوانی خلق نیز تامین میگردد و پیش از همه منفعت مردم، منفعت خلق در نظر گرفته شده است. برنامه های تلویزیون صبح دوام دارد، ما را ترک نکنید. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهایی که دیروز و امروز در ناحیه سوخ رخ دادند، بخش اخبار تلویزیونی سوخ در استودیو با شما جهانگیر صابر. در آغاز برنامه توسط صحیفه مناسبت به شما درباره وظیفه و مقصدهای اساسی قبولخانه سروزیر رسپوبلیک ازبکستان معلومات داده بودیم و امروز در جمع شهروندان محله قزلقیاق در دبستان محله قبول سیار قبولخانه سروزیر شده گذشت و در آن حاکم ناحیه اشتراک نمود و درد تدبیرکاران حدود سکتور سوم را شنید. طوری که آگاه هستید، با قرار پرزیدنت مملکت در کشور ما قبولخانه سروزیر تشکیل کرده شد و شعبه ناحیوی آن در سوخ عمل میکند. از روی نقشه قبولخانه سروزیر در حدودها واخوری حاکم با تدبیرکاران شده میگذرد که امروز در مکتب رقم 12 دهه قزلقیاق به وقوع پیوست. در قبول تدبیرکاران حدود سکتور چهارم اشتراک کرده به حاکم و مدیر قبولخانه سروزیر عرض و شکایت خود را آشکارا گفتند. از آنها یکی در گرفتن کردیت امتیازناک اذیت کشد، دیگری برای تشکیل کردن فرمه از نداشتن زمین اذیت میکشد، سومی با معمای وابسته به قوه برق به مشکل ها دچار آید، دیگری محصولات استحصال کرده را به دولت های همسایه اکسپورت کردن نمیتواند. مسئله ها به میان گذاشته شد، رهبران محاکمه کردند و برای حل و فصل آن فکر و عقیده های خیش را اظهار داشتند. یکی از ساکنان دهه قزلقیاق تنور استحصال میکند و به محصولات استحصال کرده او احتیاج در کشورهای همسایه خصوصا تاجیکستان و ازبکستان خیلی زیاد است، اما سال گذشته خادمان گمرک نگذاشتند که او این محصولاتش را به دولت‌های همسایه اکسپورت کند. معمای این مرد هنرمند در جایش برطرف گردید. من 20 yildan beri shu So'x tumaniga kelib tadbirkorlik qilib, o'g'il uylab, qiz chiqarib, mana tirikchilik qilib shu yerda yashab kelib turibmiz. Shu kunga kelib yaqindan beri shu Qirg'iziston Respublikasidan kelishib bizni mahsulotlarimizga xaridor bo'lib olib ketmoqchi bo'layotganda ko'proq miqdorda ruxsat berishmaganligi uchun men hozir shuni talab qilib chiqqan edim. Hozir mana murojaatimni juda qabul qilishib menga ruxsat berishdi. Hozir chegara xodimlari bilan, katta boshliqlar bilan gaplashdida menga hozir qancha miqdorda bo'lsa olib chiqib ketishga ruxsat bo'ldi. Bundan juda xursand bo'ldim. Mana bundan bag'i ham Xudo xolasa yana ham tadbirkorlikni kengaytirib, yanada xizmatni yaxshi qilishga. رشد مملکت از جهت اقتصادی پیش از همه به رشد ساحه تدبیرکاری وابسته است. کشوری که شاهش عادل، تدبیرکارانش سخاوتمند می باشند، رو به ترقی می نهد و خلقش فراوان حیات به سر می برد. در قبول مراجعت باز یک نفر شهروند در جایش برطرف کرده شد. تدبیرکار سرویناز عالمی و در دهه‌اش دوزندگی و پزندگی را براه مانده، هم دختران دهه را اسیر و اسرار این کسب آگاه می سازد و با برابر این هم محصولات های تیار نموده‌اش را به فروش برآورده شرایط زندگی خیش را خوبتر می سازد. برای او بینا لازم است. حاکم این معما را نیز حل نمود. خلاصه معماهایی را که در مقیاس ناحیه امکان حل کردن هست برطرف کردند. از موضوع دور نمی رویم، زیرا امروزها شنیدن درد مردم، برطرف نمودن معماهای آنها یکی از مسئله های مهمترین سیاست امروزه به شمار می رود و از این چند پیش تحت رهبری حاکم ناحیه در جمع شهروندان محله سری بازارچه قبول سیار شده گذشت و در آن مردم درد و معماهای خود را گفتند. خوش قبول سیار چخیل نتیجه داد؟ در آن اهالی دهه اشتراک نموده درد و مشکل های خیش را بیان نمودند. موفقیت ها بسیار است، اما کمبودی و معماها نیز از آن بیشتر. پس چی باید کرد؟ و درد و معماهای مردم گوش انداخته برای حل نمودن آن کوشش کردن لازم است، زیرا سیاست کنونی دولت حقوق بنیادی ما راضی نمودن خلق را طلب می کند، طوری که رهبری دولت می گوید خلق اگر از ما راضی باشد پس خداوند نیز راضی خواهد شد. با کدام محله ناحیه نروید، معمای آب نوشاکی و پالیزه، کوچه های تعمیر طلب،
ارزی وجود دارد و نه در هر محله ها این معماهای مهم حل خود را می‌یابند. البته هر کار را نتیجه لازم است. خلق نیز نتیجه هر یک قبول را انتظار می شود و خوشبختانه قسماً باشد هم حل خود را می‌یابد. معماها مثلا معماهای وابسته به قوه برق و گازبالان، طبیات، کردیت امتیازناک در جایش برطرف کرده می شوند. معماهایی هستند که در مقیاس ناحیه امکان حل کردن نیست، اما این معماها را نیز رهبران مسئول قید می کنند به دفترچه خود و برای برطرف نمودن به اداره های ولایتی و جمهوری مراجعت می نمایند. حل این گونه معماها البته فرصت طلب می کند. اهل محله سری بازارچه نیز با مسئله های گرفتن کردیت امتیازناک، آب نوشاکی و پالیزی، کوچه های تعمیر طلب مراجعت کردند. جز مسئله گرفتن کردیت امتیازناک، حل دیگر معماها فرصت طلب می کند و رهبران بهر حل این معماها نیز وعده دادند و به جای خلاصه گفتنیم که وقت حکمی عالی است. بخش اخبار دوام دارد. پایداری خوشبختی عائله و جمعیت پیش از همه به عقل و ذکاوت و معنویت انسان وابستگی قوی دارد و امروزها همه ما در مملکت آباد و آزاد و فراوان حیات به سر میبریم، اما بین ما و شما هستند نفرانی که برای آبادی دیار کاری را انجام ندادند و هم خوشبختی مردم و مملکت ما را دیده نمیتوانند. آنها بدبختترین کسانی هستند که دور از عائله، دور از محله، دور از جمعیت عمر به سر میبرند و از نادانی و بی‌معنویتی سنگ به سوی ما و مملکت ما میپرتویند. پس ما باید آگاه باشیم. در همه دور و زمان، در همه قطعه های جهان که انسان زندگی می کند، همیشه دو قوه به هم مبارزه دارند که این قوه های نیکی و بدی می باشند و اگر قوه های بدی نمی بود شاید به قدر نیکی نمی رسیدیم. در مفکوره هر انسان افکار گوناگون عاید طرز زیست وجود دارد. همه می خواهد در وطن آزاد، آباد و فراوان زندگی نماید. برای به این مقصد رسیدن پیش از همه در انسان باید غایه‌های بنیادکارانه که درجه سطح زیست مردم را بالا بردارد تشکل یافتن شرط است. وقتی وطن عزیز ما ازبکستان مستقلیت خود را به دست درآورد، غایه‌های استقلالیت ملی که به بلند برداشتن سطح زیست مردم نگرانده شدند از جانب تمام مردم مملکت همه جانبه دستگیری یافت. در برابر این طول سالهای استقلال باز غایه‌های پیدا گردیدند که برعکس منفعت مردم بوده، اطاعت به آن خلق را به پریشانی، ناداری و ناچاری و مملکت را به پراکندگی و خرابی آورده می‌رساند. طول 26 سال استقلالیت دولت ما از روی مدل‌های ترقیات که اساس غایه ملی مملکت ما را تشکیل می‌دهد کارهای زیاد به سامان رسانده شدند که در عرصه بین الخلقی به اعتبار و نفوذ زیاد صاحب گردیدن ازبکستان سبب می‌باشند. علاوه بر این محض طفیل همین تمایل‌های غایه ملی ازبکستان آباد، زیبا و حیات مردم فراوان گردید. حفظ نمودن چنین طرز زیست و باز هم بالا برداشتن سطح زندگی و آبادی وطن وظیفه هر یک شهروند می باشد. بنابراین ما باید پیش از همه صاحب معنویت والا و غایه‌های بنیادکارانه گردیدنمان شرط است. همیشه کوشش باید کرد که به مفکوره ملی ما غایه‌های ویرانکار راه نیابد. کسی که صاحب عقل سالم، معرفت و معنویت والا است همیشه برای آبادی و بنیادکاری سفر دارد و در راه پیشگیری غایه‌های ویرانکار حصه خود را می‌گذارد، چون که تهدیدهای معنوی با هر گونه راه‌ها این معنای تبر زدن به حیات خوش ما، به زبان، به دین، به اعتقاد ما میباشد. در این خصوص آگاهی و هوشیاری طلب دور است. طوری که در آغاز بخش اینفورماسیونی اخبار گفته گذاشتیم، شنیدن درد مردم به اینابت گرفتن مراجعت کنندگان این یکی از وظیفه اساسی رهبران و اداره های دخلدار می باشد و خاطررسان می کنیم عزیزان هر یک مراجعت در اعتبار است، خصوصا در اعتبار تلویزیون سرخ. اگر شما با عنوان تلویزیون سرخ مراجعت کردید آن به نتیجه نخواهد ماند. و دیروز توسط بخش اخبار تلویزیون سرخ به شما لوحه تنقیدی تحلیلی از محله های حضرت علی و سریکنده تهیه کرده بودیم و در آنجا درد خلق را در اساس مراجعه شنیدیم. رئیسان محله های سریکنده و حضرت علی آنجا تشریف فرمودند، البته مناسبت خود را بیان کردند و البته نتیجه به منفعت مردم شد. حالا همان لوحه را باز نمایش می‌دهیم. طوری که رهبر دولت میگوید خلق ما پگاه در آینده دور عیناً امروز برای خوشبخت زندگی کردن حق دارد.
در چنین کوچه های چنگالود به آب نوشاکی زندگی کردن مشکل است و این واقعا به عرض و شکایت و ناراحتی و ناراضگی مردم سبب می گردد. از محله دیگر یا از کوچه دیگر آب کشانیدن زنان و نوعروسکان در سرمای تابستان شاید دشواری ندارد، اما در زمستان سرد اذیت کشیدن آنها عین حقیقت است. عنوان تلویزیون سرخ از نام ساکنان محله حضرت علی و سرکنده مراجعت افتیده بود و از روی مراجعت به ما معلوم گردید که در مابین دو محله کوچه هست و این کوچه دو نام دارد، بلقچی و حقیقت، و نیم این کوچه به محله حضرت علی تابع است و نیمش به محله سرکنده. در اینجا یک چند معماها موجود است و اهالی با امید به عنوان تلویزیون سرخ برای برطرف نمودن معماها مراجعت کردند و ما از روی مراجعت حالت را آموخته ایستادیم و الحال در همان کوچه قرار داریم و بهترش معماها را از زبان ساکنان همین کوچه میشنویم. خودتون رو شناس کنید. من دویبای محمد جان در محله به نام حضرت علی زندگانی میکنم. کوچه ما دو نام دارد، یکی حقیقت دیگری بلقچی. من خواهش میکنم از نام همه کوچه خواهش میکنم که یک نام شود و کوچه ما اسفال شود. معما هست، معماها رو نمبر کنید. معماها یکم کوچه ما رو اسفال کردن در کار، دوم معماش آب نوشاکی نیست، با آب نوشاکی تامین کردن در کار، سوم سمسوفایی که کایها شنونده بودند اوجه از در حالت خراب است. ما بعد دسترس شدن مراجعت استقامت کنندگان کوچه مذکور حالت را آموختیم. چطوری که دیدید به اهل این کوچه هم صحبت شدیم، به رهبران اداره آب و قوه برق و رئیسان محله های سرکنده و حضرت علی مراجعت کردیم. آنها نیز به منزل ما رفته آمدند و به مراجعت اهالی چنین پاسخ دادند. مراجعت به اساس نه، این مراجعت اساسناک سببش اینکه این مابین دو محله، محله سرکنده و محله حضرت علی همون کوچه استقامت میکردگاه 18 نفر خوجلک 18 تا خاندان هستند. از این 12 نفرش سرکنده و از روی خاک گذشتگی، خوجلک سرکنده از روی خاک گذشتگی، 7 نفرش از ما، 6 نفرش از ما. اگر مراجعت اینها اومده استم از مراجعتشون اساسناک ایچملیک سو معماش به گفتگوشان این اساسش هست. اینا ما همون محله حضرت علی سو کتی ایچملیک آب نوشاکو کتی تامین میکردگی نسوس کلان که در جمعی شهروندان سر بزرچه واقع است و در تدبیرکار خصوصی بود. حاضر من یک ماه شد که اینا تدبیرکار با خواهش خودش نال قیمتش به حاکمیت بداد. حاکمیت ساختمان حکومت ما قرار برآورده سوقها بالانس بگذراندن، سوقها بالانسش بگرفتن. من مرتضی شدی و هاشون متخصصشون اومدن. الکی از 1 آگوست حضرت علی جمعی شهروندان حضرت علی چمنی سوق کردی پر آب نوشاکو که تامین شدین. حاضر اگه همینجا اومده همون کوچه‌ای که اینها میگن عروساتان موندگی کوچه، حقیقتا این بی اساس نمیگم، همونجا یک خبر ناسوسه. خبر ناسوس از مرتضی شدی که فهموندم اینا تعمیر کرده، یک 2 روز 3 روز همون کوچه آب نوشاکو که تامین میشه. من دیگه بعد 2-3 روز بعد 2-3 روز اکن این حرکت همون خادمای سوقها بالغ چیز وابسته اکن این چیز. اگر دیگه معماشون الکتر انرژی من چخر که دیده استوده دم سیمیاواشا همش این طلب جواب نمیتونه گفته این طلب جواب میتونه فقط یک تا معماشون یک تا فخاره خونهشون که گذشتگی بده است. این سم گذشتگی همون درخت شاخش رسیده خاندانانگه همون تلویزیون و خالدیانیکو از کار برآمده گفته شکایت کرد. اینام معموش حل شد. در داخل همین محله حل میشد. در داخل محله حل شد. من فخروی سخاوتمند همون کوچنده فخروی سرکنده احمدف اکو قاسم همون کابل از صبح خود 80 متر کابل گرفته دوده همون کوچه خصوصیاتش از معموی برطرف کرده. از این برمیاد که معمای قوه برق در همون بوسه و حرکت محله هر دو محله حل کرده می شود. آب نوشاکی من رهبری سوقه همینجا هستن، آب هم حل شد. معمای دیگر این
دیگرگون کردن نام کوچه و یک نام گذاشتن، چون که در این کوچه دو نام دارد، حاضر بلیغچی و حقیقت و این البته موافقت نمیکند این نام. حتی از این رو اهل کوچه خواهش دارن که نام کوچه را یا اتفاق یا آزاد یا اینکه دوستی گذارن. نه خدا خواهد ما هر دو محله سرکنده محله حضرت علی ما از همون سوق پیدا شده سیلا همون کوپرک سر میشه تا سر بزرگچه همش یک تا نام داشته. خدا خواهد ما اینا یک تا میکنیم کوچه پتوفته نمیمونم میونه و اینا حضرت علی که مصلحت کرده یه غلش قرارش برآورده اهالی خاندانی که در همون کوچه زندگی میکنن روزگیش گرفته ارزش مثلا اتفاق میکنیم و یا دوست میکنیم سر کنده و میکنیم توبه میشیم یا حضرت علی و توبه میشیم گفته ارزششون میکنیم با یک جایی که من کسوهونم نشونف یک جایی که حل میکنیم اینا هم خودمو حل میکنم. نه که مسئله اسفالت پوشی این کوچه باشد تا دستور به درآوردن اسفالت کردن به حاضر امکانیت نیست. اینا همه میدونند. ما میبینیم که در محله حضرت علی از جانب حامیان کارهای آبادانی اوج گرفته است. اسفالت کنی کوچه ها از هر دو محله حامی ها پیدا نمیشن که همین کوچه رو البته این کوچه عملی یاردم میدیم همون اسفالت کردن ما از جانب سخاوتمند تدبیرکاران ما حرکت کرده اسفالت پوش کردن ما وعده میدیم. من دستور رو منتظر نمیشیم و دستور رو منتظر نمیشیم و همه مشکلات خلق آسان میکنیم. البته این خلق روزی شود این خدا روزی گفته پرزیدنت ما میگم. آب منبع حیات است. به آب زندگی را تصور کردن مشکل است، اما اهل این کوچه چند است که از نبودن آب نوشاکی اذیت میکشند. در این کوچه 18 خاندان موجود بوده، متاسفانه یگان عدد میل آب وجود ندارد. خوش برای چه؟ این معما کی حل خود را مییابد؟ کی مردم دیگر از معمای آب نوشاکی اذیت نمیکشند؟ به این سوال ها سرمهندس کارخانه آب ناحیه چنین جواب داد. سر کندنده همین معمای آب نوشاکی دیده برامسیم. من برای خلق این معما یک خیالی شده موندگی، معماها حل نشده موندگی. من ریمونتی هم کردگی ما همین در نظر گرفته از سر بزرگچگی تدبیرکار مرزابیکوف پیرو جان اینا با وی خودشان سپردند. من دولتی کرده کارخانه ما و سو و خدا خواهد در همین امروز کار سر کرده در یک هفته تمام تا سر کنده آب نوشاکی تامین شه پر رد شرطنامه کرده در 3 روزنده آورده آبشون تقسیمات کرده به ملال آب نوشاکی تازه کتی تامین میکنه. مراجعت ها در اعتبار است. بینندگان عزیز، تلویزیون سوخ از آن خلق است و برای خلق خدمت میکند. آنچه معماهای داشته باشید به ما ارسال نماید، ما در دایره وکالت و در دایره قانون برای برطرف نمودن آن همیشه آماده ایم و خاطر رسانی میکنیم الحال ما در کوچه حقیقت بین محله های حضرت علی و سر کنده قرار داریم. اهل این کوچه با یک چند معماها مراجعت کرده بودند. ما در اساس مراجعت به کارخانه های دخلدار نیز مراجعت کردیم و روزهای نزدیک پر را معمای آنها حل خود را مییابد و ما البته به این موضوع باز برمیگردیم. این بود بخش اخبار تلویزیون سوخ که شما توسط آن با خبرهایی که دیروز و امروز در ناحیه سوخ رخ دادند شناس گشتید. در همین جا با بخش اخبار حسنی انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیون سوخ بمانید.